یک ساکن شهر استرافشان همسر سابقش را در نزد ده نفر به قتل رسانده است. مقامات کارهای داخلی ناحیه میگویند که این مرد بازداشت شده است و تحقیق حادثه ادامه دارد. با گفته مقامات کارهای داخلی، حادثه دقیقاً ساعت 11 امروز دوشنبه 2 اکتبر رخ داده است. یک منبع در صحبت با رادیو آزادی گفت که حادثه کشتار نگار قولی و از جانب مجید بردیف در نزدیکی مرکز تجارتی نانا رخ داد و این زن در جای حادثه جان باخت. مجید بردیف حالا در بازداشتگاه قرار دارد و جسد همسر سابقش نگار قولی و از جانب کارشناسان تشخیص می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید که حادثه کشتار در شهر استرافشان در زمینه رشک و بدبینی رخ داده است. عمر جان امام علی، سخنگوی وزارت امور داخلی، روز 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت: خیلی معلوم شده است که حادثه رخ داده است. در حقیقت در روز معلوم کرده می شود که در پیش چشم در نزدیکی هم بزرگ یک کوچه بزرگ یک باید سابق همسرش بوده است. هم خیلی یک سبب رشک باشد، ممکنه سبب یک خصومت باشد، ممکن خیر تفتیشات معلوم میکند. مجید بردی، ساکن دهه چهارباغ استرافشان، با همسرش در پی جنجال عائلوی چند ماه باز زندگی مشترک نداشتند. نگار قولی و هم ساکن همین دهه استرافشان بوده، دکان جواهرات فروشی داشته است. 4 ضرب کار در عضوهای حیاتاً مهم این زن باعث هلاکت او گشته است. به قبل یک همصحبت ما از شهر استرافشان پیش از حادثه نخست مرد با همسر سابقش وارد مناقشه شده، او را لط و کوب نمود و بعداً با کارد او را به قتل رساند. در دادستانی شهر استرافشان با رادیو آزادی گفتند که کارمندان این نهاد در جای حادثه قرار دارند و فعلا تفتیش قضیه ادامه دارد. این نخستین حالت قتل همسر از جانب شوهر در شهر استرافشان نیست. دادگاه ولایت سوخت ماه دکبر سال گذشته بختیار خدایبردیف، ساکن 47 ساله دهه پاشکنت شهر استرافشان را برای قتل همسر جوانش به 21 سال زندان محکوم کرده بود. مقامات دادگاه آن زمان گفتند که خدایبردیف همسرش را با 17 ضرب کارد به قتل رسانده است. در همان ماه دکبر یک مرد دیگر از شهر استرافشان که 38 سال داشت، حین جنجال عائلوی با همسر خود با کارد حمله کرده و او را از ناحیه پایش زخمی کرده بود. این زن از این حادثه جان به سلامت برده بود.